ببینین این دوتا بچه پروی که میبینید اینجا تشریف دارن، اینا تقریبا 2 ماه پیش 2 تا تخم بودن و من اجازه دادم. اینجا 1000 تا وسیله من داشتم، همه چی اینجا بود. گفتم که بذار پدر مادرشون اینو نگهداری کنن، از دختر بیان بزرگ بشن. بعد که اینجا رو که میبینین به گند و گه کشیدن، هنوز آثارش هم هست. من گفتم اشکال نداره، اینا بزرگ میشن تشریفشون رو میبرن، من اینجا رو تمیز میکنم. حالا این دوتا شیطون بزرگ شدن، میرن کل روز برای خودشون میگردن، میچرخن، میان اینجا دوباره اینجا رو به گند و گه میکشن. من هر روز دارم اینو تمیز میکنم. حالا از چت جی پی تی کمک خواستم چیکار کنم اینا نیان. گفت فویل بذار. فویلم گذاشتم، بازم اومدن اینجا. چی بهشون بگم که برن؟ عروسک به این گندگی رو گذاشتم اینجا، به این گندگی. گفتم شاید بترسن برن. از اینم نمیترسن، نشستم واسه خودشون. دوباره صبح تمام اینجا کف و همه چی رو میکنن، فضولات تشریفشون رو میبرن میان. من با اینا چیکار کنم؟ حالا الان دارم بهشون میگم لطفاً برین یه جای دیگه. میشه برید یه جای دیگه زندگی کنین، نمیدونم یه خونه ای چیزی واسه خودتون پیدا کنین. زمستون هم از هوا سرده. من با اینا چیکار کنم؟ فکر کنم اینا دیگه نمیخوان برن. هر روز باید اینجا رو تمیز کنم، نمیتونم هیچی بذارم. چقدرم زود بزرگ شدن. کاری هم ندارن اصلا، هیچی، هرچی هم میگم برای خودشون راحته.